سلام. شاید شما این آقا رو نشناسین، اما شاید مثل خیلیا بتونید حدس بزنید صاحب این عکس کیه. بله، درست حدس زدین. محمد رضا شاه پهلوی، آخرین شاه ایران، شخصیتی که هنوز بعد از گذشت سالها بحث و جدل دربارش تموم نشده. توی این ویدیو میخوایم داستان زندگی، کارها و تصمیمات مهمش رو بررسی کنیم. این یه روایت بدون قضاوت از یکی از پیچیده ترین دوره‌های تاریخ ایرانه. پس با ما همراه باشین. 21 اردیبهشت ماه 1315 ولیعهد بعد از 5 سال تحصیل تو سوئیس تو سن 17 سالگی به ایران اومد. چند ماه بعدش هم به درخواست پدرش وارد دانشکده افسری شد. 24 اسفند 1317 محمد رضا با فوزیه دختر پادشاه مصر ازدواج کرد. قبل از اون مجلس قانونی رو وضع کرده بود که شاه ایران باید فرزند والدین ایرانی و ایرانی تبار باشه که محمد رضا اونو تغییر داد تا فوزیه زنی ایرانی به حساب بیاد. حاصل این ازدواج هم یه فرزند دختر به نام شهناز بود که سرانجام به طلاق ختم شد. بعد از کناره‌گیری رضا شاه توی شهریور 1320 محمد رضا شاه شد شاه ایران. اما راستش اولش چندان قدرتی نداشت، چون اوضاع کشور آشفته بود و دولت‌های خارجی هم مخصوصاً انگلیس و شوروی نفوذ زیادی داشتن. یکی از مهمترین اتفاقای سلطنت محمد رضا شاه ماجرای ملی شدن صنعت نفت بود. این ماجرا باعث شد که اسم محمد مصدق و محمد رضا شاه حسابی گره بخوره. اختلافای این دو نفر و ماجرای کودتای 28 مرداد یه نقطه عطف شد توی تاریخ معاصر ایران. اگه تا اینجای ویدیو براتون جالب بوده خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید. اینجوری کلی به هم انرژی میدید واسه ویدیوهای بعدی. پس بریم ادامه داستان رو ببینیم. شاه تلاش زیادی کرد که ایران رو به سمت مدرنیزاسیون ببره. از اصلاحات ارضی گرفته تا برنامه‌های اقتصادی و جشن‌های 2500 ساله. اما این تغییرات همیشه طرفدار نداشت و باعث شد شکاف عمیقی بین طبقات اجتماعی ایجاد بشه. تظاهرات مردمی، سخنرانی‌های روحانیون، اخبار، هرچی جلوتر میریم مخالفت‌ها با سیاست‌های شاه بیشتر میشد. از یه طرف گروه‌های چپ، از طرفی هم روحانیون. هر دو مخالف حکومت بودند. این مخالفت‌ها نهایتاً به انقلاب 57 ختم شد. انقلابی که همه چیز رو تغییر داد و در آخر محمد رضا شاه توی دی‌ماه 57 ایران رو ترک کرد. خودش فکر می‌کنه موقتیه، ولی دیگه هرگز نتونست برگرده. زندگی شاه از اون لحظه تبدیل شد به یه سفر بی‌پایان، از یک کشور به کشور دیگه. شاه 5 مرداد 1359 توی مصر فوت کرد و همونجا دفن شد. اما میراثش هنوز زنده است. بعضیا ازش به عنوان یه مدرنیست یاد میکنن و بعضیای دیگه هم از اشتباهاتش میگن. هر چی که باشه محمد رضا شاه پهلوی یه بخش مهم از تاریخ ماست. حالا با هم دیگه چند تا از دستاوردهای کلی محمد رضا شاه رو میبینیم. ایجاد ارتش شاهنشاهی، برج شهیاد که الان بهش میگن برج آزادی، ساخت ورزشگاه آریامهر، همون ورزشگاه آزادی خودمون، جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران، ایجاد سپاه بهداشت، ایجاد سپاه دانش، آخریش هم که ساواک که فکر کنم همتون میشناسین دیگه. این بود داستان زندگی محمد رضا شاه پهلوی، شخصیتی که مثل هر انسان دیگه‌ای هم اشتباه داشت هم موفقیت. تاریخ قضاوت خودش رو داره، اما مهم اینه که ما از گذشته درس بگیریم. اما یه سوال، اگه حکومت شاه تا الان ادامه داشت وضعیت ایران چه شکلی بود؟ نظراتتون رو تو کامنت ها برام بنویسید. ممنونم.